با سلامی دوباره بینندگان عزیز، ساعت به وقتی پراگ 10 است. من عبدالله اشرف سرخط موضوعی که امروز در برنامه اخبار آزادی خواهیم داشت به سمع شما میرسانم. نشر مفصل این و دیگر گزارش های ما را در برنامه اخبار آزادی مستقیما تماشا کنید. از آشوب در زندان شهر خوجند که بیش از 20 نفر کشته بر جای گذاشت قریب یک ماه سپری شد و دادستانی کل تاجیکستان برای خنک نظری به سرداران ریاست ها و شعبه های نظارت اجرا تنبیه قطعی و برخی مسئولان دیگر را از وظیفه برکنار نمود. در پی تفتیشات نه تنها مسئولان زندان بلکه کارمندان دادستانی کل هم جزا گرفتند. تفصیلات نتیجه های تفتیش آشوب زندان خوجند را در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. ایجاد ترانه و سرود و نشر کلیپ تنها با اجازه وزارت فرهنگ. دو اداره دولتی تاجیکستان، وزارت فرهنگ و کمیته زبان و اصطلاحات با ارسال یک مراجعتنامه از حکومت تاجیکستان خواستند ثبت و نشر سرود و کلیپ بدون موافقه با وزارت فرهنگ منع کرده شود. در مجلسی که امروز این دو نهاد داشتند از زبان خراب و صفت پست ترانه‌های برخی از آوازخوان‌ها مقامات ابراز نگرانی کردند. آیا پس از این مجلس سرودخوانی آوازخوان‌های بحث برانگیز مثل قدم قربان و جمیله اکرام منع کرده می شود؟ در این باره در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. گزارش دیگری داریم از حادثه فاجعه باری که در موضع رامید در تاجیکستان رخ داد. یک جوان 26 ساله در دره رامیتی ناحیه وحدت که تا آخرین روزهای حیاتش در اندیشه به خانه برگرداندن همسر و فرزندش بود از راه خودآویزی خود را کشته است. والدان جوان خانواده کلین و خویشاوندان زوجه او والدان جوان را در مرگ او گناهکار میکنند. خودکشی این جوان موضوع دخالت کلانسالان به زندگی عائله های جوان را دیگر بار داغ کرد. تا کجا والدان حق دارند به زندگی فرزندان دخالت کنند؟ خط قرمز کجاست؟ منتظر باشید در برنامه اخبار آزادی در این باره گزارش ویژه را برایتان نمایش می‌دهیم. استاد دانشگاه و هم سراینده ریپ. در نظر اول این دو پیشه تا حد مخالف همند و نمی شود آن را به هم آورد. اما محمد سفر زاکیروف آموزگار دانشگاه مشترک سلاویانی تاجیکستان و روسیه برعکس آن را اثبات کرد. او در این دانشگاه از فن اقتصاد به دانشجویان درس میگوید و در وقتهای خالی ریپ هم میسراید. میخواهید این استاد دانشگاه را ببینید تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش مستقیمی برنامه اخبار آزادی همراهی کنید. بیننده ارجمند، همچنین بجز از این خبر و گزارش های دیگر جالب هم داریم. برنامه اخبار آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیما پخش می شود. با ما باشید.